درود بر شما. امروز خدمت استاد عزیزم، استاد بزرگم عبدالغفار معارفی هستیم. چهره استاد معارفی رو توی بزم معروف گلبا که تمام پر شده توی سالها و البته استاد مدت طولانی تمام خواننده و حتما جمله بود بالاترشون استاد اکبر گلپایگانی سالهای سال همکاری داشتن، ولی بزمی که معروف شده ویدیوش همه جا پخش شده اون بزم هایده و گلبا است. استاد یه توضیح به اون بدید که چی شد اصلا، اون شب چطور شد و چطوری آقای گلپایگانی استاد گلپایگانی با شما همراه کرد؟ 55 بله دیگه. عرض کنم که اون شب که ما دعوت بودیم یه برنامه زنده بود، برنامه جام جهانی تلویزیون. بعد ازم به خدمت شما که من سازم آماده کرده بودم، دو جفتم مزاق همیشه داشتم برای احترام. بعد این دختر کوچیک من داشتم لباس مرتب جلو نمی‌کردم، این مزاقا رو برداشت بیاره بده به من، پاش لبه فرش گیر کرد و خورد زمین و مزاقا شکست. قبل از اشگاه قبل از اجرا دیگه. حالا ما منزل جام جمع اینا دوستان رفقا تا خلاصه بریم مزاق تهیه کنیم و فلان اینها که رسیدیم دیگه اینو کلافه شده بودن. واقعا با استرس من اون شب اصلا عبارت شدیم. شاید تو تعبیر رسیدم اصلا شکل این برنامه کلا تغییر میکنه. خب من بودم، آقای امینی هم روی شاد. بعد برای دوستان سوال شده که چطور شما جای صدای مرد و آقا و خانم فرق داره؟ چطور شما هم با استاد گلپایگانی هم نوازی کردید هم با خانم آهنگه؟ من برای اینکه سازم 12 خرک گرفته بودم که دیگه عوض نکنم ساز رو. اگه غیر از این باید با 2 تا 9 خرک باید کار رو اجرا می‌کردم. این بود که بخشیشو برای صدای خانم‌ها و بخشی صدای آقایون تنظیم کرده بودیم. با 2 تا خرک بالا و پایین اون برنامه زنده رو می‌فرستیم. یه خاطره از خانم هایده زندگی استاد گلپایگانی خانم هایده من خب بهش خیلی یه ملت بهش علاقه داشته بود داره، ولی برای ما خب خاص بود. بعضی جلسات خاص هم که درش دعوت میشدیم دوستان خیلی خاص، واقعا شبایی بود که سیر نمیشدیم، هر چی میخون ما شار میشدیم و واقعا لذتی بردیم و دیگران. وقتی که از تو دورم خواب واسه من میمیره، دلم میون سینه پرنده ای اسیره. ولی خب من با آقای گلپایگانی از اول کار میکردم تا آخر و تمام این که با خواننده‌ای مثل بلکش و مامیدا و بقیه اینها کار کردم، اونا مناسبت‌هایی بودی که آقای گلپایگانی برنامه دعوت داشته، با خانم مثلا دلکش هماهنگی داشتیم، باشون اجرا کردیم و تمام خواننده‌ها اگه بخوام بگم، خانم الهه، دلکش، حتی خانم شمس که من نوجوانی بودم و اینها خدمتشون که همسر آقای بدیعی بودن و اینها باشون ما همکاری داشتیم. تالار وحدت و امثال هم من با آقای گلپایگانی نوازنده ثابت استاد من از سال 46 واقع افتتاح بیشتر زندگیات خدمت شما بسیار خیلی مردم تو خیلی به اصطلاح ارادت داشتیم ایشون خیلی محبت به ما داشت، با هم بودیم. یعنی تنبک ثابت
کار مثال گلباغ استاد امین ناصر اکبر این بود که خدمت شما از خدمت شروع کردیم دیگه تا آخری روزی که یادم میاد که حکومت نظامی هم بود و اینها دیگه ما با هم همکاری داشتیم. هوس میکده داره دل دیوونه من نمیدونه بی تا ایام بهارو چه کنه شده که سایتون بر سر ما مستدام باشه و زنده باشید همیشه. من حتی به خاطر فعالیت‌های کار هنری حتی از کار اداری هم که در شهرداری کار می‌کردم، کارمند رسمی شهرداری بودم، با 9 سال و نیم سابقه که داشتم دیگه نتونستم ادامه بدم که به هر حال بعد آمدیم و سنوات آوردیم خانه موسیقی و صندوق‌های هنرمندان و الان این بازنشسته به هر حال انشاءالله که هنرجوهاتون همینجوری روز به روز پیشرفت می‌کنن زیر سایه شما و سایه شما بالا سر همه ما باشه. سایه لطف خدا باشه. یه صحبتی کردم چون خیلی از دوستان دیدن اون ویدیو رو، حالا اونایی که دستن در کار هستن و پژوهشگر موسیقی هستن خب با شما آشنایی دارن، ولی بعضی از مردم من دیدم ویدیوهایی میذارن نمایندگان سنتور اشتباه مثلا کسی دیگر رو محمد حیدری یا کسای دیگر رو ذکر کردن. خواستم این باشه، این سند باشه که حالا من اسامی که خود تلویزیون ملی ایران اون زمان اسامی رو خیر کرده بهتون میگم که اینجا هست. حتما شما اگه خواستید بگیرید. ممنونم، زنده باشید. قربونت دارم، مرسی. بسیار خوشحالم که شما پیگیر هستید دیگه، چون برای حفظ و اشاعه هنر لازمه که به هر حال اگه ما شاگردایی داشتیم خوشحالیم که ببینیم که در صحنه هستن و این کار رو کنار نداشت. بزرگواری. ممنونم از شما.